بچه جون به یکم با هم دیگه تپ سوپ بازی کنیم ببینیم چجوریه. اول که شما مثل همه ایردراپ ها میتونید تپ کنید روی صفحه و سکه به دست بیارین. خیلی راحت، خیلی آسون. دومین روش اینه که شما از قسمت بوست استفاده کنید. اینجا 2 تا گزینه واسهتون داره، فول تانک و تپینگ گروه. شما تپینگ گروه رو که بزنید به مدت 30 ثانیه میتونید چند برابر از حالت عادی سکه استخراج کنید. ببینید بهتره برای این گزینه گوشیتون رو بزنید روی زمین و با 4 تا انگشت یه دست، 4 تا انگشت یه دست دیگه همه رو با هم دیگه انجام بدین. اینطوری خیلی بیشتر میتونین سکه به دست بیارین. بچه‌ها حتما 100% هر روز از این 2 تا گزینه استفاده کنین، خیلی مهمه. گزینه بعدی که میتونید ازش استفاده کنین اینه که مخزنتون رو 3 بار میتونید پر کنید. شما اول مخزن رو کامل خالیش کنین، همینطوری که من دارم انجام میدم. حالا میتونید برید مخزنتون رو پر کنید و دوباره شروع کنید به تپ کردن و سکه جمع کردن. این کار رو شما میتونید 3 بار انجام بدید. هر 2 تا گزینه رو هر کدوم 3 بار در روز میتونید انجام بدید و بتره کنید.